رفقای گل درود، به فیلم جذاب و مهیج امروزمون خوش اومدید. رفقا مطمئنم همتون سیدنی جون رو میشناسید، کراش همه ملت تو این شب و روزا. از یه طرف اسطوره کلوچه ها یعنی خانوم آنا د آرماس هم توی این فیلم هنرنمایی میکنه و این زوج چی بشه با هم. یعنی خوش به حالمون که دوتا از بهترین کلوچه های دنیا رو توی فیلم داریم. در اول فیلم یه داستان عجیب رو داریم که بعد از جنگ جهانی دوم آلمان متلاشی شده و یه دکتری به اسم ریتر که واقعا مشهور و محبوب بوده الان عزلت نشین شده و رفته جزیره فلوریانا و اونجا مسکن گزین شده. خب گوهخوری آقای ریتر به بقیه هم سرایت کرد و اینجا میبینیم یه خانواده 3 نفره که متشکل از آقای هاینز، زنش یعنی مارگرت و پسرش هری باشه روانه این جزیره شدن تا همسایه های ریتر بشن و زندگی جدیدی رو شروع کنن. همین که پاشون به جزیره میرسه میبینن عجب جای وحشتناکی و بالاخره کونشون اینجا به باد میره. سمت خونه ریتر میرن و اونجا با رفتار سرد دکتر ریتر و زنش مواجه میشن. دکتر میگه رفیق اینجا که جای زندگی نیست، حالا ما کسخل شدیم اومدیم، شما دیگه چرا؟ بعدش اونا رو میبرن به یه مکان بی آب و علف و میگن اینجا بهترین نقطه جزیره است. در واقع ریتر میخواد با این کارش یه جور اونا رو از اینجا بیزار کنه، چون هدفش اینه که با ذهن آرام بشینه نویسندگیشو با زنش ادامه بده و کسی مزاحمش نشه. اما نمیدونه اینا چه کسکشاین و مارگارت و شوهرش کلی بازسازی میکنن و واسهشون خونه میسازن. یه سد آب هم درست میکنن و با وجود مشکلات فراوون و حیوانای خطرناک به زندگیشون ادامه میدن چون چاره‌ای ندارن. یکی از روزا مارگارت میاد پیش ریتر و میگه میشه الاغتون رو قرض بدین به من یکم وسایل بیارم. اما ریتر بدخلقی میکنه و بعد رفتن مارگارت به زنش میگه حالا بیا یه بکنه مشتی بکنیم، شاید به برکتش اینا از اینجا گم شدن. همین زنه دادن رو تموم میکنه یهو میبینن یه کشتی دیگه به ساحل رسید و از توش یه دختر خوشگل و خوش فرم با 2 مرد جوون پیاده شدن و با کلی نشاط وارد ساحل میشن. اسم این دختر جوونه بارونه. طرف خودشو ملکه خطاب میکنه و میگه همینجا هتل رو بنا میکنیم و بهترین هتل دنیا رو میسازیم. گوه نخوره و از اینجا اصلا آب نداره. رودی و فیلیپ هم کنارشونن و یه جوری کنیز بارون حساب میشن. دختره که یه پا جنده است طاقت نمیاره و وارد آب میشه و همونجا کلوچه رو به 2 کنیزش تقدیم میکنه. اسکل خب میذاشت یه چند دقیقه میذاشت، تو چقدر جنده ای؟ بعدش بارون و کنیزاش میان و به ریتر خودشونو معرفی میکنن. ریتر هم خودشو لخت میکنه، میاد میگه بیا این شنبولمو میبینی؟ به یه ورش هم حسابت نمی کنم، هر گوهی میخوای بخور. چند ساعت بعد مارگارت از خونه میاد بیرون، میبینه بارون جنده با کنیزاش داره توی آب آشامیدنیشون آب بازی میکنه. بعدش بارون خودشو معرفی میکنه و میگه فعلا این دور بر هستیم تا بتونیم یه چاه آب پیدا کنیم و تا اون موقع ما مهمون شما. هاینز همون روز میره دیدن بارون و میگه رفیق خوش اومدی اما سعی کن چیزی رو خراب نکنی. بارون هم میگه اولین خرابکار این جزیره دکتر ریتره، پس بهتره اولش حواست به ریتر باشه نه من. مدت ها میگذره و تقریبا هاینز و مارگاریت یه خونه ساختن و سرپناهشون آباد شده. بعدش مارگاریت به هاینز میگه من حاملم و شاید چند ماه بعد پسرت به دنیا بیاد. در همین حال بارون میاد و به مارگارت میگه حیف تو که با این مرد بیریخت ازدواج کردی. اما مارگارت بهش رو نمیده و طرف میره سمت چادرش. روز بعدی ریتر میاد سمت خونه هاینز و بهش یکم مرغ میده و میگه داداش این دختره که اینجا اومده کلن آرامش ما رو به هم زده. شب و روز صدای دادنش و آهنالشون به گوشم میرسه و از شق درد مردیم. باید یه کاریش کنی. واقعا هم همین جوریه و یکی از روزها بارون یه جوری موقعی دادن آهناله میکنه که بیچاره هاینز هری رو میگه پاشو برو که بدآموزی داره واسط. همون روز بارون متوجه میشه که نه غذایی واسهشون مونده و نه سیگاری.
خلقش تنگ میشه و با همه دعوا میکنه. با رودی هم دعوا میکنه و میزنه به دل جنگل. اونجا با هری ملاقات میکنه و پسره کسخل بهش میگه ما کلی کنسرو گوشت داریم و میتونی بیای برش داری. روز بعدی اتفاقا مارگارت توی خونه تنهاست و وقتی میخواد چیزی بپزه یهو دردش میگیره و میاد بیرون دنبال هری. رودی و فیلیپ هم از فرصت استفاده میکنن، میان هر چی غذا توی خونه است میدزدن میبرن. بیچاره زنه موقع زایمانش و یک گله از سگ‌ها هم بهش حمله ور شدن تا جرش بدن. بابای پسر هم سر میرسه و طفل به سلامت به دنیا میاد. چند مدتی میگذره و یکی از روزها بارون با خدمه هاش میاد میگه من بابت سوء تفاهمی که بینمون پیش اومده عذرخواهی میکنم و اگه امکانش هست نهار بیاد خونه ما. همشون جمع میشن و ریتر با زنش هم میان اونجا. موقع غذا خوردن ریتر میپرسه کار ساخت هتلتون به کجا رسید، اما بارون هی حرفو عوض میکنه و سعی داره تفرقه بندازه. اما دوتا همسایه حواسشون جمعه و ریتر به صراحت به بارون میگه بهتر سرتون رو از توکونمون بیارید بیرون. هاینز هم میگه اون غذاهایی که دزدیدید هم نوش جونتون، فقط دیگه دور برمون نبینیمتون. همین میشه که شب بعدی ریتر میاد خونه هاینز و هر جور شده یه تفنگ ازش میخره. بعدش تابستون فرا میرسه و خوشسالی تموم جزیره رو فرا میگیره. قحطی میاد و هیچی واسه خوردن پیدا نمیشه. البته رودی که یه پسر بچه نادونه همش میاد خونه هاینز و اونجا غذا میخوره. یکی از روزها رودی به خانواده هاینز تعریف میکنه که بارونز اصلا ملکه نیست و یه جنده است که ما به خاطر کلوچش باش اینجا اومدیم. همش بلوف میزنه که پول داره اما هیچ پخی نیست. جنده خانم توی پاریس یه بده بوده و شب و روز تو کاباره ها لنگاش بالا بوده. حالا اومده واسه ما شده ملکه. بعدش وقتی میره خونه فیلیپ به دستور بارون رودی رو لط و کوب میکنه که حواست باشه با کی میپری، اما قحطی دووم نمیاره و یه تاجر پولدار از راه میرسه و واسه همه غذا و حبوبات میاره. بعدش یه جشن پا میکنه و همه یه ساکنین جزیره کنار هم جمع میشن. تاجر پولدار از همه افراد جزیره قدردانی میکنه و میگه حتما به دولت آلمان خبر میدم که بهتون کمک کنه. بعد ختم محفل بارون میاد کنار تاجر و تا میتونه خودشو بهش میماله و میگه عزیزم حاضرم تمام شب و روز لنگامو واسط بدم بالا، اما فقط کافیه یه سرمایه گذاری کنی تو هتلم. اما تاجره که توی زندگیش کسموسیات دیده میگه دختر جون اون چیزی که تو فکر میکنی فقط توی داستان هاست، تو هیچ کسی نیستی و مشکل روانی داری. پا میشه میره و بیچاره بارون آبشاری میمونه. دیگه واقعا توی جزیره بلبشو بپا شده و یکی از روزها 3 همسایه رو هم دیگه 7 تیر میکشن، اما مارگارت پادرمیونی میکنه. همون شب هاینز میخواد شکار کنه که یهو میزنه خر ریتر رو میکشه. میاد میگه رفیق من زدم خرتو کشتم، اما مطمئنم بارون اونو آورده بود تو جنگل. دوتاشون مسلح میشن و میرن دم چادر طرف که به به جیگرجان در حال دادنه. میگن سری بیا بیرون فکنه ما هم میایم کونت میذاریم. در همین حال یهو فیلیپ بهشون حمله بر میشه، اما پسر بدبخت حریف 3 نفر نمیشه و به گا میره. دختره که میبینه چاره ای نداره میاد میگه به جون بچه‌هاتون قسم بهم رحم کنید، اصلا هتل رو میذارم دست شما با هم شراکت کنیم. اما ریتر از پشت بهش شلیک میکنه و میگه بیا اینم هتل. جسد دوتاشون رو میندازن توی دریاچه و رودی هم با قایق میره سمت پاریس. اما ریتر که واقعا بدجنسه میخواد هاینز رو به جرم کشتن بارون بده دست پلیس، اما قبل اومدن پلیس خودش در اثر مسمومیت غذایی میمیره و به فنا میره. پلیس ها هم میان که هاینز رو ببرن، اما مارگارت همه حقایق رو بهشون میگه و اونا رو متقاعد میکنه. آخر سر پلیس ها روونه پاریس میشن و به خانواده هاینز میگن که اگه مایلید ما شما رو میرسونیم، اما مارگارت میگه خونه ما همینجاست و ما جایی نمیریم. زن ریتر که وضع روانی خوبی نداره با پلیس ها روانه پاریس میشه و فیلم هم همینجا به پایان میرسه. رفقا این بود داستان جالب امروزمون. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.